این زن یهودی دلیل کشته شدن 77,000 تا ایرانیه. توی دوره حکومت خشایارشا یهودی‌ها چون نفوذ بالایی تو ایران داشتن، مالیات و خراج نمیدادن و از دستورات هم سرپیچی میکردن. همین موضوع هم باعث شد که هامان صدراعظم خشایارشا با یهودی‌ها بد بشه. یه روز هامان وقتی می‌بینه مردخای که پیشوای دینی یهودی‌ها بود حاضر به تعظیم کردن نیست، اونو به مرگ تهدید میکنه. و خب مثل اینکه مردخای از این اتفاق کینه به دل میگیره و با دوستاش نقشه میکشه. اونها یه دختر یتیم یهودی به نام استر رو به دربار خشایارشا میفرستن و بهش میگن که یهودی بودنتو پنهان کن و با نقشه‌ای که داشتن اون دختر تبدیل میشه به شهبانوی ایران. هامان که میدونست این اتفاق زیر سر یهودیاست و قطعا یه دلیلی پشتشه، به شاه میگه که چه خبره. ولی از اون طرف هم استر به شاه میگه که هامان خیانتکار و میخواد سرتو بکنه زیر آب. شاه هم تصمیم میگیره به حرف اونی که خوشگل‌تره گوش بده و اینطوری میشه که هامان و 10 تا پسراش اعدام میشن. بعد از این اتفاق یهودی‌ها که نفوذشون نسبت به قبل بیشتر شده بود و دیگه هامانی هم وجود نداشت که جلوشون رو بگیره، استر به بهونه این که بعضی از ایرانی‌ها مخالف خشایارن و میخوان بهش خیانت کنن، از خشایارشا اجازه کشتن مخالفاشون میگیره و توی 2 روز 77,000 ایرانی رو کاملا قانونی قتل عام میکنن. و اینطوری شد که گفتم